خب سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. برای متصل شدن به گیم رنجر به صورت کاملا رایگان برنامه نیازی داشته باشین که حالا نیاز به مبلغی باشه که بخواید پرداخت کنید. به 3 تا برنامه نیاز داریم. هایدال آی پی که قبلا تقریبا 1 سال پیش ویدیوشو گرفتم برای ریست کردن، برای رفع ایتالیک هست و من خودم نتونستم کلا هیچ وقت بدون این برنامه وارد گیم رنجر بشم و بازی کنم، چون سیستم من کلا ایتالیکه. با نت همراه اولم اون موقع نمیتونستم بازی کنم. حالا اینم خیلی خلاصه براتون توضیح میدم. البته من 2 روز رو تازه ریست کردم، ولی خب دوباره انجام میدم که حالا اگر مشکلی هم حین انجامش باشه بهتون بگم، اونم بتونید حلش کنید. DNS جامپر رو به عنوان حالا اون VPNی که میخوام اول بزنیم که هایدال آی پی رو برامون باز کنه استفاده میکنیم. برنامه کاملا رایگان، میتونید دانلودش کنید. خیلی کار کردن باش، ساده است. یا میتونید از اینجا انتخاب کنید که حالا اسم DNS ها رو اگه بلد باشید میتونید از اینجا انتخاب کنید. اگر که نه کاری به بقیه تنظیماتش نداشته باشین، اینا همیشه رو همین دستش نزنید. رو فستر میتونید کلیک بکنید، این DNS هایی که هستن رو براتون میاره. رو میکس ترجیحاً نزنید، چون میاد DNS های مختلف رو با هم دیگه ترکیب میکنه و از پایداریش کم میکنه. ممکنه سرعت پایین تری بهتون بده، یعنی پینگ پایین تری بده، ولی از سرعتش کم میکنه. تست رو میزنیم، میگرده DNS هایی که به اینترنت شما سازگار هست و براتون پیدا میکنه. این اولی، دومی و حالا تا پنجمی هم اوکی. اگه نت خیلی خوبی داشته باشید تا آخرش حالا نسبتا همه پینگای پایینی میدن، ولی من خودم اکثرا به اوپن DNS 2 وصل میشم، جوابم ازش گرفتم، خیلی خوبه. این اپلای رو میزنی، اینجا میزنی که آقا وصل شدی به DNS دیگه. اینجا میتونید دوباره زیر این کلیک بکنید و پینگشو خودتون چک بکنید. دیگه وقتی این فعال شد کاری باش نداریم، برنامه رو ببندین هم مشکلی پیش نمیاد. این کلا رو سیستمتون ست شده. میریم سراغ هایدال آی پی که نیاز به برنامه رجستری فایندر داریم. نصبش که کردیم یا اینجا تو قسمت ذره بین. حالا من این رو یه بار قبلا تو ویدیو توضیح دادم، ولی خب دوباره میگم برای کسایی که نمیدونن. یه بار با فاصله فایند میکنیم و چیزایی که برامون پیدا میکنه. حالا من چون تازه ریست کردم فایلای کمی میاد، برای شما احتمالاً بیشتره. کنترل آ میزنیم، اینا میذاریم یک که یه فایل برامون بسازه، هر دفعه نیاز نباشه ما بخوام اینا انجام بدیم. این تموم شد، فایل اینجا اضافه میشه. میریم دوباره این دفعه بدون فاصله میزنیم، طبق همین چیزی که من نوشتم شما هم همینو بزنید. کنترل آ، اینا میذاریم 2 و 3. 2 تا فایل اینجا برای ما اضافه میشه. فایل اولی کلیک میکنیم، فایل دوم هم همینطور. بعد اینجا نباید اینو باز کنید، چون احتمالاً براتون ریست نمیشه. روی این بخش میاین و تیکه گزینه رو میزنید. برای من همیشه رو پک تو کار میکنه ویندوز 20، ولی حالا ممکنه رو بعضی از سیستما رو XP کار بکنه، بعضی ها رو همون ویندوز 8 کار بکنه، یا اصلا نه. روی خیلی از سیستما من دیدم بدون اینکه حتی وارد این تنظیمات بشن میتونن که اینجا یه ران از ادمنستریتور بزنن و برنامه رو باز کنن و ممکنه که ریست شده باشه برنامه. بهتره که شما خب این اکسپایر شده، ببینید که برای من کار نکنه. اینجا اینو میذاریمش روی پکتو اپلای و دوباره ران از ادمنستریتور رو میزنیم.
خب این 2 روزش ریست شد و میتونیم از اینجا کانتینیو رو بزنیم. این مقدار زمان میبره و اگر که عجله دارید کنترل شیفت اسکیپ رو بزنیم میتونیم از اینجا راحت ببندیمش دیگه، نیازم نیست صبر کنیم. باید حتما برنامه رو ببندین چون میبینید سیستم داره چجوری میشه. خب برمیگردیم دوباره پروپرتیز. اینا هر کاری روش انجام دادیم یا میتونید اینو تیک رو برداری یا میتونید رو بذاری رو ویندوز 8، کلا تفاوتی ایجاد نمیشه. دوباره برنامه رو باز میکنیم. این دفعه نیاز نیست ران از ادمینستریتور رو بزنیم. خب برنامه وصل میشه و میبینید که تمام سیگنالاش هم پره. حالا هر کدوم از سرورها رو میتونید انتخاب کنید و این بخش شورتکات شما نیاز نیست اگر این گزینه همونجوری که من گذاشتم باشه، این فعال باشه، کل اپلیکیشن هایی که روی سیستمتون هست به صورت اتوماتیک تونل میشه و نیاز نیست که شما بخواید تک تک شورتکات گیم رنجر رو بهش بدید. من الان تقریبا 2 سال دارم با این روش بازی میکنم و هیچ مشکلی هم نداره، لگ هم نداره. وقتی کانکت شد که دیگه اینجا مشخصه، کانکشن رو میزنه، دیگه کاری با این نداریم. بریم گیم رنجر رو تست کنیم ببینیم بالا میاره یا نه. خب اینه که وصل میشه، یه هاستم بزنیم. خب هاستم که خیلی سریع میاره بالا. حالا اگر چیزی باشه، خب میبینید که کسایی هم که جوین میشن کاملا اوکیه. بله درسته. خیلی خوب. ممکنه وقتی که هایدال آی پی رو ریست میکنین میاد و به شما اجازه وارد شدن به بازی نمیده. چجوری؟ حتما بعد از اینکه خواستید این ریست شد 2 روزش رو خواستید بازی بکنید، قبلش یعنی اینجا رو خود آیکون بازی که به گیم رنجر دادین و از اینجا بازش میکنه کلیک میکنید، پروپرتیز رو میزنید. توی بخش باید حتما این رو بذارید روی ویندوز 8. حالا یا اون تیک رو کلا بردارید، تفاوتی ایجاد نمیکنه. یا این تیک اصلا نباید باشه یا این حتما اگر روشنه ویندوز 8 باشه. این رو اپلای میکنیم که مشکلی پیش نیاد دیگه حالا برای بازی کردن، چون بعدا اگر استارت بکنید مثلا این تیک فعال شده باشه. حالا نمیدونم چرا بعضی موقع اینو فعال میکنه خود هایدال آی پی. اگر فعال باشه شما بخواد بازی کنید از تحت هیچ عنوان شما نمیتونید وارد بازی بشین. یعنی اینجا دکمه استارت رو که میزنی کلا براتون کار نمیکنه، حالا که به خاطر پلیر نیست اینجوری. ولی در کل اگر اون تیک فعال باشه این کار نمیکنه دیگه، وارد بازی نمیتونید بشی. گفتم اینم بگم که اگر به این مشکل برخوردید بدونین مشکلش اینجا دیگه. خیلی چیزی نمونده که بخوام بهتون بگم، هرچی یادم بود گفتم. امیدوارم که به درتون بخوره. فعلا خدا نگهدار.